سلام خدمت دوستان و اهالی توی اسکرادیو. من به همراه دوستان رها و نیما اومدیم تا یک گیم 3 نفره بزنیم و الان من بهشون ریکوست میدم تا بیان توی روم. سلام نیما، سلام رها، چطوری؟ سلام بچه های تریو اسکواد گیم، چطوری؟ سلام. خب ما روم رو به پرایوت تبدیل میکنیم تا خودمون 3 نفر باشیم و نوع بازی رو روی فیر فور آل قرار میدیم. سپس مپ رو به شیپمنت که همیشه مپی هستش که ما درش بازی میکنیم تغییر میدیم و 3 2 1 میریم برای استارت یه بازی هیجان انگیز و مهیج. خب من به عشق رونالدو لودوتی که برای این بازی انتخاب کردم لودوت شماره 7 هستش که با یه تفنگ خوب و اپیک میخوام بازی رو استارت کنم. امیدوارم که بازی خوبی داشته باشیم. اسکین ویچواردن نیما و اسکین اون یکی اسکین رها هستش که الان از پشت منو زد و یه کیل گرفت از من. الان من انتخاب رو میگیرم. ویچواردن سلام. اینجا که بازی خوب و مایجه اینجا برای من همیشه باشه. من با 6 کیل نفر اول و رها با 5 کیل نفر دوم هستش. من یکی دیگه گرفتم. هشتگ کمپر نباشیم. نظر من اصلا توی کالاف و مولتی مخصوصا بخش پرایوت چند تا چون هیجان بازی از بین میره. اونا کیان که با پینگ خیلی ضعیف میان بازی میکنن؟ این لودت انتخابی رو میخوام تغییر بدم و با انفوری که همیشه باش بازی میکنم میخوام در این گیم بازی کنم. یکی لیه با همین تفنگ اپیک گرفتم. خب الان لودت هم عوض شد. انفور همیشگیمو گرفتم. الان میریم که داشته باشیم یه بازی عالی تر. البته اگه رها اجازه بده. خب یکی دیگه با انفور همیشگی از جلو بعد از کیل اول منو زدم دوباره. یکی دیگه با فینیش یه فکر عالی دارم الان که میتونم باش حتی بازی رو هم تموم کنم. رها آتیش گرفت و فینیشم رو پایین هست. رها رو بزنیم دوبارم هیچ کرده که نیما هست. خب من 3 کیل دیگه تا پایان بازی و اول شدن فاصله دارم که یه 2 تا دیگه مونده هست. الان یکیشو گرفتم. یه ویچواردن آخرین کیل همیشه سخته. امیدوارم این بار سخت نباشه.
گفتم که آخرین کیل در بیشتر مواقع سخته. کیل آخر رو بریم که گرفتمش. یک کیل آخر گرفتم و نفر اول شدم و من با 20 کیل، رها با 13 کیل و نیما با 6 کیل نفر معلومه که سوم همین چیت شدم. زد. به تاثیر البته شما صحنه من داشتی و من چیتی نزدم. و حالا صحنه های MVP بازی بنده رو می‌بینیم. امیدوارم از این گیم و ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو و گیم بعدی بدرود. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفا چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید و کامنت انگلیسی بذارید و یادتون نره که حتما پست های ما رو لایک کنید. بدرود.